دوستان عزیزم، سلام به تاروتیوب کانال خودتون. خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و در کنار عزیزانتون بهترین لحظات رو سپری کنید. فال تضمینی برای روزهای نزدیک تا 19 مهر رو براتون آماده کردیم. این پیشگویی بر اساس نشانه هایی هست که از کائنات دریافت شده. 3 هشدار جدی و 2 خبر خوش هم در این انرژی خوانی هستش. اتفاقاتی که میتونن سرنوشت خیلی از شماها رو تغییر بدن. خب دوستان عزیزم، به نیت همسویی با این انرژی خوانی، قبل از اینکه بخوایم این انرژی خوانی رو انجام بدیم، لطفاً عدد 1111 رو کامنت بذارید و این ویدیو رو لایک کنید. انرژی های مثبتتون رو به سمت این انرژی خوانی ارسال کنید. صدای ذهنتون رو خاموش کنید. نیتتون رو در قلبتون بازگو کنید. خب دوستان عزیزم، کائنات همیشه از طریق نشونه ها دارن با ما حرف میزنن. بعضی وقتا با عددهای تکراری، بعضی وقتا با خوابها یا حتی با اتفاقای کوچیکی که بی دلیل تکرار میشن. انرژی خوانی امروز نشون میده که تا 19 مهر ماه 3 هشدار مهم جلو پای شما قرار میگیره و در کنارش 2 خبر سرنوشت‌ساز هم داری. این ترکیب نشون میده که شما در الان در حال حاضر در نقطه اوج ایستادید که آینده شما به انتخاب‌ها و واکنش‌های شما خیلی بستگی داره. خب بریم سراغ این انرژی خوانیمون. این انرژی خوانی داره به شما میگه که بعضی از شماها در روابطتون دچار بی‌اعتمادی شدید شدید. ممکنه که حس کنید که شخص مقابل شما چیزی رو از شما پنهان کرده یا اینکه نیمه حقیقت هایی رو به شما میگه، کامل صحبت نمیکنه و این موضوع شما داره اذیت میکنه. ببین دوست عزیزم، این حس اصلا تصادفی نیست. شما تا 19 همین ماه یک اتفاق یا یک گفتگو رو دارید. واقعیت ها برای شما شفاف میشه. اینجاست که باید دقت کنید. سعی کنید که واکنش سریع و عصبانی نشید. واکنش سریع نشون ندید از خودتون. رابطه‌ای که میتونست نجات پیدا کنه توی این بازه زمانی برای همیشه از دست میره. اما اگر آرامش خودتون رو حفظ کنید و با آگاهی تصمیم بگیری، این بحران تبدیل میشه به یه فرصت برای بازسازی رابطه. ببین دوست عزیزم، یه سری هشدارها هم دارم برات میبینم که تا 19 مهر برات پیش میاد. ممکنه در معرض یک تصمیم مهم مالی قرار بگیرید. شاید خرید یا فروش یا یک سرمایه گذاری یا حتی قبول کردن یک شراکت باشه. این هشدارا داره بهت میگه که ظاهرا همه چیز خوب و عالیه، خیلی خوب به نظر میرسه، ولی پشت پرده چیزهایی هستش که شما نمیبینید. اگر بدون تحقیق وارد شید ضرر بزرگی میکنید. کائنات میگه که عجله نداشته باش و اگر قرار بود که این فرصت واقعا مال شما باشه از دستتون نمیره. پس قبل از هر همسایی دوباره بررسی کن دوست عزیزم، دوباره بررسی کن، ببین که چه کاری رو انجام بدی به نفع تو خواهد بود. ببین دوست عزیزم، بعضی از شماها به سلامتیتون بی‌توجه شدید. بدن شما در این روزها علامت‌هایی رو داره بهتون نشون میده. ممکنه بیخواب بشی، سرت درد بگیره یا یه خستگی بی‌دلیلی بیاد سراغت یا حتی دردهایی که میاد و میره. ببین دوست عزیزم، تا 19 این ماه اگر مراقب نباشی ممکنه این مسئله جدی تر بشه. انرژی خوانی امروز داره بهت میگه که همین الان دست به کار شو، یک پاکسازی بر خودت انجام بده، آب بیشتر بنوش، استراحت کن و از افکار منفی دور باش. ببین سلامتی شما ستون اصلی زندگیتونه. اگر این ستون فرو بریزه باقی بخشا هم به خطر میفته. خب ببین دوست عزیزم، دارم برات یک گره میبینم.
یک گرهی که مدت هاست همراه شماست. بالاخره این گره قدیمی تو زندگی شما باز میشه. شاید بدهی که مدام عقب مینداختید، شاید مشکل خانوادگی یا حتی کدورتی که با یک دوست یا عزیز داشتید. این گره تا 19 همین ماه به شکل غیر منتظره‌ای باز میشه و شما نفس راحتی میکشید. ببینید این نشونه به خصوص برای کسایی که مدت‌ها در انتظار خبر یا نتیجه دار شدن یا پررنگ‌تر بودن یه سری مسائل هستن افتاده. میگه که بالاخره با این صبوریتون شما به نتیجه دلخواهتون خواهید رسید. ببین دوست عزیزم، یه سری فرصت ها رو دارم برای شما میبینم. فرصت های تازه به سمت شما میاد. این فرصت میتونه یک فرصت مالی باشه یا حتی میتونه فرصت عشقی باشه یا حتی پیشنهادی برای تغییر مثبت در زندگی شما دوست عزیزم. چیزی که مهمه اینه که این فرصت در قالب هدیه از طرف کائنات همراه زندگی شما میشه. شاید شخصی وارد زندگیتون بشه و راه تازه‌ای رو بهتون نشون بده یا حتی یک تماس تلفنی همه چیز رو تغییر بده. این فرصت نشونه اینه که شما وارد مرحله جدیدی شدید و کائنات میخواد به شما ثابت کنه که تنها نیستی دوست عزیزم. ببین 3 هشدار و 2 خبر خوش کنار هم تصویر واضحی رو دارن تو این انرژی خانی نشون میدن. شما الان در میانه یک میدان هستید. یک طرف خطرهایی وجود داره که اگر بی توجه باشید میتونه شما رو به عقب برگردونه و طرف دیگه فرصتهایی وجود داره که اگر آگاهانه عمل کنی میتونی زندگی تو متحول کنی. ببین انرژی خانی امروز مثل یک نقش است. اگر این هشدارها رو جدی بگیری 2 خبر خوش به شکل واقعی وارد زندگیت میشه و شما رو به مسیر تازه‌ای هدایت میکنه. پس عزیزان تا 19 مهر ماه به این نکات دقت کن. سعی کن که توی روابطت آرامش داشته باشی. زیاد قضاوت نکن دوست عزیزم. در مورد مسائل مالی عجله نداشته باش و همه چیز رو دوباره بررسی کن. به سلامت جسم و ذهنت بیشتر اهمیت بده. آماده باش برای باز شدن یک گره قدیمی و فرصت تازه‌ای که کائنات رو داره بهت میده رو با آگاهی بپذیر دوست عزیزم. دوست عزیزم این فالیه که فال تضمینی است. اگر که میخوای باهاش هم ارتعاش بشی نشونش اینه که این پیام مستقیم با خودته و اگر که حس کردی که این فال باهات ارتباط داشت همین الان تو کامنت ها برام بنویس که من آماده ام برای دریافت خبر خوش. یاد نره که کانال تارتیوب رو سابسکرایب کنی، زنگولرم بزن تا هیچ وقت فال های مهم ما رو از دست ندید. لایک شما انرژی مثبتیه که به کائنات میفرستی و شنبهش به زندگی خودت برمیگرده دوست عزیزم. از دوستان عزیزی که خارج از کشور هستن و این پیشگویی رو تماشا میکنن ازتون میخوام که به نشانه حمایت از این انرژی خانی کلمه تانکس رو فعال کنید. تا یک انرژی خانی دیگه هم شما رو خداوند صوفانی میسپارم. عشق از قلبم به قلب نازنین تو دوست عزیزم. خدا یار و نگهدارت باشه.